با نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی با مهری مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه بر سر گهواره ما نکرده میژه ته بنشسته شبها بپرورد او چو جان بگرفته در بر. درودی سرشار از مهر و محبت ما نیسارتان بینندگان عزیز. برنامه نورافکن است که بخشیده شده است بر روز مادران. بله بینندگان عزیز و ارجمند، فرارسی فصل زیبای بهار و روز مادران را به هر یک شما مبارکباد میگوییم و اینک در برنامه ما مهمان هستند هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان پروین یوسفی. شما را خوش آمدید میگوییم. تشکر. و برنامه تلویزیون نورافکن سینما با برنامه نورافکن. سرود خوندید وصف مادر. شاید یگان لحظه که خردسال بودید یا نورس بودید، یگان لحظه که با مادر سخن می‌راندید و یگان لحظه‌ای باشد که هیچ وقت از خاطر شما دور نمی‌رود، قصه می‌کردید. برای بیننده نیز عجیب است. بله. با همراه مادرم از خودکیم سرود می‌خواندیم و این لحظه ها هیچ از خاطرم نمی‌برد، فراموش نشونده است. یعنی سرودخوانی رو از مادر یاد گرفتید؟ البته این از مادر میراث آمده، از مادر کلانم به مادرم، از مادرم به من. و ما با همراه مادرم سرود می‌خواندیم و همسایه ها می آمدن میشنیدن، گوش میکردن، لذت میبردن. من خرد بودم، 3 ساله بودم، کودکی 3 ساله. از همون وقت با همراه مادرم سرود می‌خواندم. و البته بهار یک فصل بنیاد است و همه چیزها را از نو به نو بنیاد میکند و البته من خیلی این فصل را دوست می‌دارم و بهار این یک فصل زنده شوی طبیعت است و فصل بهار همه چیز را در روی زمین زنده میکند. برای این فصل بهار رو خیلی دوست می‌دارم. خب خانم پروین، در برابری که شما هنرپیشه خوب هستید، سرودهای خوب می‌سرایید، شما مادر هستید. خب همین روز مادر تو چه اندازه برای شما خاص است و این روز رو شما انتظار می‌شوید؟ از کدام جهت برای شما پسند است؟ با فکر من روز مادر نه فقط 8 مارس است. روز مادر این حیات مادر است. این هر روز است. و البته همچون مادر همه وقت در دل من مهر و محبت است نسبت به فرزندان، نسبت به مادر خود، نسبت به مردمی که در گرد اطراف من هستند، به خویشتبار و نزدیکان. و البته فصل بهار یکی از فصل‌های بهترین است، چون که در همین وقت همه چیز از نو بنیاد می شود و در دل مردم همه چیز از نو بیدار می شود در با فکر نیک، یعنی که مهر و محبت، خوبی ها و خوشی ها. اکنون تمنیات خانم پروین را برای تمامی مادران تاجیکستان میشنویم. البته من همچون مادر، همچون هنرمند، همچون فرزند مادر خود با تمام مادران اولین میخواستم که همیشه صحت سلامت باشم. همیشه دست مادر با دعا باشد و نسبت به فرزندشان و به همه مردم و همیشه خوشبخت باشم، همیشه باشم در این زندگی، چون که تو مادر هست ما فرزند هستیم و خوشبخت باشم. تشکر زیاد. ما نیز تمنا میکنیم که شما نیز یک مادر خوب باشید برای فرزند خود و همیشه مثل گل‌های بهاری زیبا و انمیخیل چهره خندان. خوش آمدید. تشکر زیاد. شما همیشه در خاندان مردمی تاجیک تنین انداز باشد و دور نروید. باز وا میخوریم حتما در جشن بین المللی نوروز.